أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وليس لنا رب سواك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، رواه ابو داود والترمذی. خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه که پیرامون آداب اسلامی هست، همه شما را خوش آمدید میگویم. شما میدانید که مسئله ادب مسئله مهم در زندگی انسان، در حیات انسان و در برنامه انسان هست. همه از انسانهای با ادب به خوبی یاد کردن و یاد می کنن و انسانهای با ادب و مؤدب همیشه مورد پسند بندگان الله سبحانه و تعالی بودن. موضوع ما یا بحث ما پیرامون آداب اسلامی هست. الله سبحانه و تعالی برای ما بهترین فرد با ادب دنیا را به ما معرفی می کند. او کیست که برای همه اسوه هست، برای همه قدوه هست، برای همه الگو هست؟ آن صاحب خلق عظیم هست، رسول کریم صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. پیامبر برای شما اسوه حسنه هست در تمام عرصه ها. برای کسی که امیدوار به الله و روز آخرت باشد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم برایش بهترین اسوه و آن هم اسوه حسنه. و همچنین نبی کریم صلی الله علیه و سلم
میفرمایند ما من شیء فی المیزان، نیست چیزی در میزان ثقیلتر، یعنی در روز قیامت، من حسن الخلق، از آن اخلاق پسندیده، اخلاق نیکو. دیگر هیچ چیزی سنگینتر نیست و نزد الله سبحانه و تعالی با ارزشتر نیست. پس بناءً اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، یک مسلمان باید بفهمه و بدانه که آداب اسلامی چیست. همه شما عزیزان و بزرگواران میدانید که تمام احکامات اسلامی در کنار این که فرائض داره، واجبات داره، همه اینها در احکامات اسلامی موجود هست. در نماز، در روزه، در زکات، در حج، همه اینها. در کنار فرائض، در کنار واجبات، ما آداب داریم، آداب اسلامی. نمازی که میخوانیم، آداب نماز چیست؟ روزه‌ای که میگیریم، آداب روزه چیست؟ حجی میرویم، آداب حج چیست؟ وقتی نگاه میکنیم دوستان الله سبحانه و تعالی به هر مقامی که رسیدن، از ادبی که الله سبحانه و تعالی برای آنها لطف کرده بود و آنها ادب را رعایت میکردن. انبیاء علیهم السلام چقدر مؤدب بودن. شاگردان انبیاء علیهم السلام، اصحاب انبیاء علیهم السلام، یاران انبیاء علیهم السلام، خصوصا نبی کریم صلی الله علیه و سلم، ادب رسول صلی الله علیه و سلم، ادب شاگردان مکتب رسالت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، ادب بزرگان دین. پس به اینه که ما باید آداب اسلامی را بفهمیم و بدانیم. و همچنین تنها مسئله آداب نماز و روزه و زکات و حج تنها این قضیه نیست، بلکه باید آداب زن و شوهرداری، آداب خانوادگی، آداب مسجد رفتن، آداب حرف زدن، آداب گفتگو، آداب ادب به همراه بزرگان، ادب به همراه اطفال، ادب به همراه والدین، ادب به همراه موسفیدان، آداب رفتن به بازار. همه اینها موضوعات است که انشاءالله به اذن الرحمن در این برنامه ها بیان خواهد شد. به همینه که گفته شده از الله خواهیم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. با ادب باش، با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است. آیه آیه همه جا سوره قرآن ادب است. تمام برنامه های دین، اسلام، قرآن، همه اینها بر محور ادب و بر محور آداب و اینها میچرخه. خود ادب چی معنا؟ وقتی ما میگیم با ادب باش، مؤدب باش، آداب اسلامی را رعایت کن، خود ادب علما بیان کردن، اهل علم و لغت میفرمایند الادب لفظ جامع لكل فضائل، لكل فضائل والاخلاق الكريمه. این تعریف ادب هست. لفظ جامع که در برگیرنده
تمام فضائل و تمام اخلاق کریمه را شامل میشه. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی ما را متوجه میسازه. الله سبحانه و تعالی میخواد پیروان خود را انسانهای مؤدبی بگردانه. نمونه ای از این آیات را من اشاره می کنم که الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین، ای اهل ایمان. هدف چیست؟ هدف اینه که ما تربیت درست بشیم، ما انسانهای با ادبی بشیم، انسانهای مؤدبی بشیم. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی ما را متوجه می سازه. از آن جمله آیات الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی شما را کسی سلام میکنه، به شما میگه السلام علیکم، شما به وجه احسن و بهتر و شایسته تر شما جواب بدهید. وقتی کسی به شما میگه السلام علیکم، شما بگویید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همچنین آیه دیگری که روی هر یک از این آداب سلام گفتن و آداب مسجد رفتن و آداب برخورد با بزرگان و با موسفیدان و با اطفال و اینها، هر کدام از خود برنامه خاص و برنامه جداگانه داره. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. به این آیات که وقتی الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای مسلمان، ای کسی که تو پیرو قرآن هستی، ای کسی که تو گوینده کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله هستی، متوجه باش دیگه که لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکن، چون مسخره کردن کار بیادبان هست. اگر میخوای انسان با ادب باشی مسخره نکن. آیه دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الله سبحانه و تعالی از او بیادبانی که به مجلس رسول صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، میخواستن رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد استهزاء و تمسخر قرار بدن و میگفتن راعینا راعینا. هدفنا هدف سو بود، نیتنا نیت سو بود. الله سبحانه و تعالی اصحاب رسول الله را متوجه میسازه که شما شاگردان مکتب رسالت متوجه باشید که حرفای اینهایی که مرض دارن اینها را گوش نکنید. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. آیه دیگه که الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. چون این آیات متوجه میسازه که انسانها باید انسانهای با ادب باشن. صدقه میدی به خاطر منت گذاشتن، به خاطر آزار دادن، به خاطر اذیت کردن نباشه. آیات زیادی در از این قبیل آیات و از این آیات داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. ای اهل ایمان، شما معاملات شما ربوی نباشه، معاملات شما معاملات سود نباشه. چون یک انسان با ادب هیچ وقت رجوع به سود نمیکنه، هیچ وقت رجوع به کارهای زشت و ناروا نمیکنه. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه در آیات دیگر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها. آیه دیگه اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. همه اینها بحث ادب هست، بحث آداب هست، بحث اینه که الله سبحانه و تعالی میخواد بندگانش انسانهای با ادب باشن، انسانهای باشن که حرف زدن اونها، راه رفتن اونها، مسائل بیع و شراء اونها، همه اینها در تحت قانون الهی باید باشه. ده ها آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید و قولوا للناس حسنا. وقتی با مردم سخن میگی سخن نیکو بگو. پس این آیات
ما را متوجه می سازه. پس دانستیم که دین مبین اسلام دین ادب هست. قرآن نازل شده تا انسانها را با ادب بگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، الله اونها را به عنوان پیامبر خود انتخاب کرده و بعد فرستاده به طرف بندگانش، پیامبری که رحمت للعالمین هست، تا انسانها مؤدب بشن، با ادب بشن. حالا ادب با کی؟ از همه مهمتر. وقتی میگیم انسان با ادب باشه، تنها فکر نکنیم قضیه ظاهری، یک نفر میبینیم اخلاق نیکویی داره، ظاهرا حرفای خوبی میزنه و بالاخره در این راستا. نخیر، ادب تنها ادب زبانی نیست که انسان به اصطلاح بین جامعه که گفته میشه با الفاظ خود با انسانها را متوجه ساختن که این انسان با ادب هست و این انسان خوش اخلاق هست. درست است، یک جنبه هست، اما تنها با زبان نمیشه. ادب از همه مهمتر ادب با الله سبحانه و تعالی، ادب با الله سبحانه و تعالی، ادب با رسول صلی الله علیه وسلم، ادب با قرآن. به اینه که این به طور خلاصه و فشرده مقدمه‌ای بود پیرامون آداب اسلامی. به برنامه بعد ان شاء الله باذن الله پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی، که ما چگونه در مقابل پروردگار عالم یک بنده با ادب باشیم، یک بنده مؤدب باشیم. چگونه می شود؟ ان شاء الله به برنامه بعدی پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى.